آقایان این حرفایی که دیگران میگن راجع به این که آقا چرا ما بریم مثلا زیارت حج، زیارت مدینه، پول خودمون رو بریزیم به جیب یک مردم خارجی؟ چرا ما بریم عراق زیارت کنیم؟ همون پولی که اونجا میخوای بدی اینجا بیا خرج کن. این خیال میکند، آدم میخواد پول خرج کند که از پول خرج کردن ثواب ببرد. میگه آقا اون ثوابی که میخوای از اون زیارت ببری، مثلا بیا اینجا یه بیمارستان بساز، همین ثواب بهت میده. آقا صحبت ثواب نیست، صحبت بالاتر از ثواب است. میگه برو مکه زنده شو، برو زیارت قبر رسول اکرم بکن و نیرو بگیر، محبت پیدا کن. برو با حسین ابن علی معاشقه کن، روحت زنده کن. برو با علی ابن ابی طالب معاشقه کن، روحت زنده کن. اون وقت با روح زنده بیا به ایران. وقتی با روح زنده آمدی اون وقت بیمارستان میسازی، 100 تا بیمارستان میسازی، حسینیت میسازی، پولم میسازی، مدرسه میسازی، 1000 کار خیری میکنی. آقا این کارهای خیری که در این کشور صورت میگیرد، چرا اون کسانی که مکه نمیرن از این کارا نمیکنن؟ چرا اون کسانی که کربلا نمیرن از این کارا نمیکنن؟ چرا اون کسانی که مشهد هرگز نمیرن از این کارا نمیکنن؟ چرا اونهایی که پولاشون را در پاریس و در لندن و در سوئیس و در سوئد و در آمریکا مصرف میکنن از این کارا نمیکنن؟ برای اینکه او میرمد در اونجا روحش پلید میکنه، آلوده میکنه، برمیگرده اینجا یه آدم مادی بیمار بمیرد به درک. به من چه؟ بچه بی مدرسه است، به جهنم که بی مدرسه است، به من چه؟ ولی این میرود انسان میشود و برمیگردد، میرود و عشق پیدا میکند و برمیگردد، میرود و محبت پیدا میکند و برمیگردد.